کیم خوجایین؟ کیم خوجایین؟ خوجایی؟ مایم خوجایی. یگان گپ داری؟ همه نفهمم گفتم. مرحبا کیه؟ السلام علیکم سر. سروی قدم های دیلم انا افجا گرفته نمیتونم. کی شما؟ من استاد رحیموف تاجدین تجربه آموز نه استاد. خب تجربه آموز. بله استاد. شما من پروفسور خورساندوف زاپیدین دورایویچ. استاد. برای شما من زاپی شد بس میخنده اینجا بیمارخانه است، جایی که مردم اینجا میبینن شیفا چی؟ شیفا میوبان. نه مییا تمام کنید. تمام؟ خب مادامی که شما تجربه آموز باشه نامتون تاجدین آدینایوف. تاجدین. خب تاجدین جان اکنون کار از چی سر میکنم برای انا همین 15 اتاق هست اینجا همش به بیمار خواب. بیمار برای ما چی؟ بیمار کسلی. نه بیمار برای ما نان. نان برای ما چی؟ معاش. نه غذا. حالا که نمیشته تجربه آموزی همین. یعنی که بزرگترین شخصیت کی؟ شما استاد. هیپوکرات. من اولادش. من چیزا نمیسته خودتون میگید. من روچکا دارم. روچکا دارم. شما شوخ. خب اکنون این کار با کمتر شوخی میکنید، کمتر جدی میشید. فهمیدید؟ جدی من تا همین سال 42 سال چی کار کرده شما؟ نه آموختم. اکنون شما چی باید کنید؟ آموزه. نه کار کنید. فهمیدید؟ خب من حاضر یک نزدی سر دکتر میروم. یک بیماری وزن دارم. ممکن من شعبه ایهوی حیات برم. فهمیدید؟ توش اینجا نترسید. انا اینجا تاریخی بیماری کی شما نه بیمارا از اون من خونم با خدا میدونم انا همینا یک با شما از نظر میگذارونید شناس میشه بعد من ببینم با شما چی نشان میدی. نه سوال میدم شما با من چی نشان میدی جواب میدی چون هر دو چی میشینیم صحبت نه میرم خوراک نیست فیروزی میخوریم انا اونجا بزنید شرم نکنید بزنید انا اینجا چی اینجا میشینیم ما نه خواب میکنم اینجا شما اینجا طرفش نه خب در اون کس با اون کس نمیکشه من در شاخه کم الا در پیستون کم شد شد اپیکو معلش انا تجربه آموزی هم سر شد. استاد چی گفتن؟ گفتن که تاریخ بیماری رو از نظر گذارم. زیر یک تا الله اکبر. ای میوزر ای نقطه ام هذه استاد میپرسیم زیر ناز میشد کنی یا نقطه ژ ایچی باشه خیلی استاد بیا میپرسیم حاضر خ نقطه ام خ نقطه ام همه که خوندم و همه حرفا رو ندیده بودم چی باشن یا این نقطه ام معلش استاد آمده چی دو بیجا بقا بله رحمت استاد سبی ناز استاد توجدینه لبه یا باغون رو نبیناش کمتر موتور بود است روزی سی باور تشکر استاد بسیار سبی است اینجا اکو یک گپ است مردم خداشون میبیارن من مجبور میکنم
این سیبه نگاه کنید سیبه نگاه کنید خب چی کار کردید شما؟ استاد بسیار چرا راسیگا بالدرین کاغذاتون کوفته یافتم خب چی کار کردید؟ ادرون کاغذاتون نوشتم برای خودم ایدرونی تاریخی چی؟ بیماران بیماری چی؟ کسلی ها بیماران تجربه آموز جدی شد خلاصه استاد جان امی یک دو حرفا رو نفهمیدم یعنی سوال پیدا شد بله اکنون شما تجربه آموزا همین کرد آمده می آموزید اگر شما سوالتون پیدا نمیشد من شما یک میراندم سوال خب گوش میکنم من اینجا نویستم استاد جان همین یک چیز نفهمیدم استاد یعنی که بین تاریخی بیماری و همین شما سوالتون پیدا شد سوال پیدا شد خب استاد از اونی کی دیدید شما کنیم ببینم من ثابت فدیده ای ثابت فدیدم استاد بعد اینی غفار فدیده غفار و کریم زاده غفار فایسو گریدی مردگی غفار فا اینجا مردگی همین مردگی خب دیگه همینجا اینجا سلامت خب یک دو کلمه همین چی رو نفهمیدم استاد جان حرفا حرفا یا کلمه را حرف موندگی استاد من مثلا این نقطه ام یعنی که این حرفا رو شما چی نفهمیدم جدی گرید خودتون بخش تجربه جدی گرید نفهمیدم خلاصه بین تاریخی بیماران با چون حرفا یعنی که وا خوردن شما نشناختید نشناختم استاد بارکالله این نقطه ام گفتگیش فهمیدتون رحیموف توجدین اودینایویچ گوش کنید رحیموف توجدین جون اوکاجون شیرین دودرکان سلام باش این نقطه ام این انفارکت میاکارد این و بیمار نمیگویید که ما هم تو این نقطه ام میگوییم یعنی که همین دهچه ما با همین این نقطه ام تا خودی فراش میدوند که انفارکت میاکارد بارکالله خب رفتیم نباشد خورک استاد جان ایشان فهمیم یا نقطه ژ ایشان نفهمیدیم یا نقطه ژ این باز همون آشنایی این نقطه ام برینده язва ژلوتکا ژلوتکا язва ژلوت اكو اینا تو لابرانتوی میدونن فراش علکه اینا چی نمیدونم میدونن میدونن علکه میدونن خب فهمیدی بله استاد انا اونجا آش تیار لا 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 لی چای خانم امروز گپی صندوق استاد جان بخشش یک سوال دیگه همین آخرون بیماریش نفهمیدیم چیه همین رو فهمونه استاد همین خ نقطه م همین چی بیمار باشه نفهمیدم استاد خ نقطه ام بله توجدین جان شما یکم روز آمده بسیار چیزها رو میدونید که خواستید که فهمیدم خب من شما میفهمم خ نقطه ام گفتگیش همین بیماری انا همین بیماره خدا میداند بیا برادر یه نفر دیگه دوشنبه میریم یه نفر دیگه در کار یک کس در کاره 3 آدم دارم برادر ای خاله بیا یه نفر در کاره پیش خالیه نه کلینت یک سلام علیکم ینگه جون سازی تینجی بیا ینگه یه نفر در کاره اما باور که 2 ساعت چیدم جسلم همین کلینت کی پسن میبرد در خاطرتون هست هر هفته ما میبرم شما را یه نفر در کاره ما یه نفر در کاره پیش خالیه ده و علیکم السلام برادر اکم کلینت مای برادر نه یه سال چی تاکسی کار کسی در آورد ما رو میگیری من 3 آدم دارم برادر بس اگه بس گاو نظر کلینتی من میگم هر هفته میرم من میبرم 2 ساعت شد من میگه سودم برادر 3 آدم دارم انصاف داری حالی یگان آدم نداری آخه بس اگه پشی کلینتی من آخه گرنگ نکه میگم فهمیدم هر هفته همه رو من میبرم 20 مینه 15 سبی من میبرم فهمیدم کلینتی تایم یا همین کلینتی من فهمیدم کلینتی برادر این کلینتی تو باشه زنی مای